آقای شعبان خسته نباشید. در مورد بازی بگید. یه کامبک داشتیم داماش، شما 1-0 جلو افتادید اما بازی 2-1 واگذار کردید. چطور بود بازی؟ عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران. سال نو تبریک میگم به همه و تبریک بابت برد به مردم گیلان. خب داماش گیلان چیزی بازی از دست دادن نداشت. ما تلاشش این بود که 3 امتیاز بازی رو بگیره، چون که بازی بعدش هم با خیبر در رشت هست. دنبالی بود که هر روز 3 امتیاز رو بگیره. ما مدیریت کردیم بازی رو، بچه‌ها خیلی منطقی بازی کردن. نیمه اول قبل از اینکه به گل اول برسیم شاید یکی دو تا موقعیت خوبم داشتیم، بچه‌ها نتونستن گل بزنن. در مجموع به گل رسیدیم و مدیریت کردیم. خیلی هم تاکید داشتیم که توی 5 دقیقه 10 دقیقه اول بچه‌ها حواسشون باشه که گل دریافت نکنیم. متاسفانه گل دریافت کردیم و آخر بازی که شاید یک اشتباه داور کرد و همون اشتباه داور باعث شد ما گل دوم دریافت کنیم. دیگه هر کار کردیم نتونستیم به بازی برگردیم و تبریک میگم به مردم خوب گیلان. شما خسته نباشید. زمانی که بازی مساوی بود خیلی تیمتون و نیمکتتون اصرار داشت که گلرتون بخوابه رو زمین. راضی بودید به 1 امتیاز؟ به هیچ وجه موافق موضوع صحبت نیستم که دروازه‌بان گفتیم بخوابه. به هیچ وجه. شما توی چند سالی که با من بودید، حالا من داشت توی فوتبال کار کردم، هیچ وقت وارد فضا نشدم، اما 1 امتیاز از این جو ورزشگاه میتونست واسه ما خیلی ارزشمند باشه که قسمت نشد. ولی دنبالی بودیم که 3 امتیاز بگیریم، حالا 1 امتیاز هم ارزشمند بود. تیم شما با این باخت تو منطقه خطر بیشتر قرار گرفت. نظر شما چیه؟ فکر نمی‌کنم هنوز تیمایی که هستن در هر صورت خیلی پایین‌تر از ما هستن و ما هم بازی سعی می‌کنه تو خونه بازی‌ها کنیدون حتما 3 امتیازش رو بگیریم که جایگاه نتیجه بهتر باشه. شاید ما اگر با 3 امتیاز می‌گرفتیم میتونستیم 7 و 8 جدول امروز باشیم، اما تمام تلاشمون می‌کنیم که بازی‌های بعد امتیازات لازم بگیریم و شرایطمون توی جدول بهتر بشه. فقط یه نکته بگم خدمت شما، خوب آنالیز کردید تیم داماش رو، مخصوصا در نیمه اول که اصلا اجازه خودنمایی داماش ندادید، اما در نیمه دوم که تو لاک دفاعی رفتید یه خورده تیم شما عقب نشست و 2 تا گل هم دریافت کردید. طبیعی هم هست. خود در هر صورت ببینید حدود 2000 کیلومتر از شهر بابک به طرف رشت با خستگی تو وجود بچه‌ها هست. زمینم به نوعی شرایط مناسب گل بود، خیلی باعث شد بچه‌ها بیشتر خسته بشن. البته 2 تا بازیکن کلیدی اونم متاسفانه یک اول بازی تو گرم کردن مشکل پیدا کرد، نتونست کار کنه و بین نیمه دوم دقیقه 3 نیمه دوم بازیکن آفریقا تعویض کردیم که کارونو سخت‌تر کرد، اما در مجموع میتونستیم با امتیاز حداقل با 1 امتیاز برگردیم که اتفاق نیفتاد. موفق باشید. مرسی آقای شعبان. سال خوبی